سلام. اتحاد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم اتحاد مکعب دو جمله‌ایه. چرا بهش میگم مکعب؟ به خاطر اینکه به توان 3 رسیده. یعنی ما 3 بار این پرانتز رو باید در خودش ضرب بکنیم. تا اینجا ما اتحاد و کار داریم، یعنی ما تا به توان 3 لازم داریم، بیشتر از اون دیگه به کارمون نمیاد. هرچند یه راهی داره که بتونیم تا بی نهایت هم حساب بکنیم، ولی ما فعلا تا 3 شو لازم داریم. بریم ببینیم جواب اتحاد مکعب دو جمله‌ای چی میشه و بعدش ببینیم از کجا اومده. جواب اتحاد مکعب سه جمله‌ای میشه اولی به توان 3 به علاوه 3 برابر یه دونه از این کم میکنیم A2، یه دونه به دومی میدیم میشه B. یه بار دیگه همین کارو میکنیم، مینویسیم 3 برابر از A یه دونه کم میکنیم به B میدیم میشه AB2 و در نهایت از A یه دونه کم میکنیم و به B میدیم میشه B3. خب این اتحاد رو ما باید حفظش کنیم، راحت هم هست. کلا جمله هاش که معلومه دونه دونه از A به توان 3 شروع میشه، یه دونه کم میشه به B اضافه میشه، یه دونه کم میشه به B اضافه میشه و در نهایت A میره و B3 میمونه. یه دونه 3 رو باید حفظ بکنیم که خب این 3 هم از همین 3 کمک میگیریم، ربطی نداره ولی از این 3 کمک میگیریم. حالا بریم ببینیم اتحاد مکعب سه جمله ای از کجا به این رسید. برای اینکه اون اتحاد رو به این برسونیم می نویسیم A به علاوه B ضرب در A به علاوه B ضرب در A به علاوه B. همون جوری که ما از تو اتحاد اول بلدیم A در B، A به علاوه B در A به علاوه B میشه A2 به علاوه 2 برابر AB به علاوه B2 در A به علاوه B. حالا ما میایم اینو دونه دونه ضربش میکنیم. اولی در دومی در اولی، دومی در دومی، سومی در اولی و در نهایت سومی در سومی. اینا رو تو هم ضرب کنیم داریم A3 به علاوه A2B به علاوه 2AB ضرب در A میشه 2A2B به علاوه 2AB ضرب در B میشه 2AB2 B2 در A میشه AB2 و در نهایت B در B میشه B به توان 3. حالا ما بیایم اینا رو یکم سادش بکنیم. داریم A3 به علاوه یه دونه AB یه دونه A2B اینجا داریم، یه دونه هم دوتا A2B اینجا داریم. این A2B به علاوه 2A2B میشه 3 تا A2B. اینجا یه دونه 2AB2 داریم و یه دونه AB2 که جمعشون میشه 3AB2 و B3 رو می نویسیم. به همین راحتی اتحاد مکعب دو جمله ای به دست میاد. حالا ما یه مدل دیگه از اتحاد مکعب دو جمله ای هم داریم، اونم وقتیه که به جای جمع تفریق داشته باشیم که حالا اسمش بخوایم طولانیش کنیم میشه اتحاد مکعب تفاضل دو جمله ای. یعنی به جای جمع که اونجا مجموع بود اینجا میشه تفاضل. خب اینو من اگه یادتون باشه گفتم هیچ فرقی با مثبتش نداره. ما کافیه بیایم بنویسیم A به علاوه منفی B کلش به توان 3 بندازیم تو همون فرمول بالا. خیلی راحت به این نتیجه میرسیم که A به توان 3 چی داشتیم اینجا؟ گفتیم به علاوه 3 برابر A2 ضرب در منفی B به علاوه 3 برابر A منفی B به توان 2 و در نهایت منفی B به توان 3. اینو بیایم سادش کنیم میشه
A3 A2 که A2 منفی B در A2 میشه منفی 3A2B 3A ضرب در منفی B به توان 2 میشه مثبت B2 پس میشه به علاوه 3AB2 و در نهایت منفی B به توان 3 میشه منفی B به توان 3. پس اگر جمله دوم ما منفی بود همیشه یکی در میون میشه مثبت منفی مثبت منفی مثبت مثبت منفی مثبت منفی. نیازی نیست اینو حفظش کنیم. اگر یادت رفت همون اتحاد مکعب دو جمله ای رو بلد باشی منفی بی رو بندازی توش این به دست میاد. ولی در کل روال همه اتحادها حتی اگر این 4 بود 5 بود 6 بود هر چند بود همیشه اولی مثبت میشه بعدی منفی بعدی مثبت بعدی منفی بعدی مثبت تا به ته برسه. این یه قانون کلیه.